وقت شما بخیر. در دنیایی که حقیقت پنهان شده و ظلم عادی شده، صدای خدا هنوز از کلامش بلنده. دهان خود را برای گنگان بگشا، برای محاکمه همه محتاجان. در امثال اینو میگه. عزیزان، ایمان مسیحی ما فقط به نجات روح محدود نیستش، بلکه باید خودش رو در زندگی اجتماعی، در دفاع از مظلوم و در مقابله با بی‌عدالتی هم نشون بده. حقیقتی که فقط در ذهن بمونه نجات نمیده. حقیقت باید تبدیل به صدایی بشه که ظلم رو رسوا میکنه، مثل صدای مسیح. تو آفریقای جنوبی وقتی که نلسون ماندلا تو زندان بود و رژیم نژاد پرست اون موقع سیاه پوستان رو سرکوبش میکرد، کلیساهای زیادی در سکوت بودند، ولی یک کشیش به اسم دزموند توتو برخلاف جو حاکم در کلیسا، روی منبر کلیسا فریاد میزد: اگه در برابر ظلم بی‌طرف بمونی، تو هم طرف ظالم رو گرفتی. او حقیقت انجیل رو نه فقط در تعلیمش بلکه در دفاع از محرومان خیلی خوب نشون داد. همین ایستادگی او بود که باعث شد کلیسا دوباره به عنوان صدای عدالت در اونجا شناخته بشه. میدونید کتاب مقدس چی میگه؟ در میکا 6:8 خداوند خیلی روشن میگه: ای انسان، چیست آنچه نیکوست و خداوند از تو میطلبد؟ اینکه عدالت را به جا بیاری، رحمت رو دوست بداری و با فروتنی با خدای خود رفتار نمایی. عزیزانم، این کلام کتاب مقدس به این معنی هستش که ایمان واقعی جدا از عدالت اجتماعی نیست. اگر حقیقت خدا رو میدونیم، باید نسبت به ظلم و فقر و بی‌عدالتی بی تفاوت نمونیم. در یوحنا 8:32 از دهان عیسی میشنویم که میگه: حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد ساخت. ولی حقیقت فقط برای آزادسازی فرد نیست، بلکه باید تبدیل به ابزاری بشه برای آزادی جامعه و مقابله با فساد. میدونید چرا سکوت خطرناکه؟ تو این روزهایی که داریم زندگی میکنیم ممکنه وسوسه بشیم و بگیم: آقا، من فقط کارم این هستش که دعا بکنم، در سیاست دخالت نمی کنم. ولی در کتاب مقدس ایمان همیشه با اقدام همراهه. موسی سکوت نکرد بلکه در مقابل فرعون ایستاد. ناتان سکوت نکرد بلکه داوود رو به خاطر گناهش رو در رو توبیخ کرد. عیسی تو معبد میزهای ستمگران رو واژگونش کرد، نه از ترس حکومت بلکه با قدرت حقیقت. عزیزانم، اگر حقیقت خدا در ماست، ما آزاد هستیم. بنابراین نباید در برابر دروغ، ظلم، فساد، فقر و حتی تبعیض سکوت کنیم. کلیسا باید امروز صدای عدالت باشه، نه تماشا کننده بی‌عدالتی. پس اگه جایی صدای مظلومی رو شنیدی، ساکت نمون. اگر بی‌عدالتی دیدی، واکنش نشون بده، حتی اگه فقط با یه دعا باشه یا یک کلمه حمایت. اگه در جایگاه تاثیرگذاری هستی، از اون واسه دفاع از حق استفاده کن. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.